سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 3 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. کمیته دولتی امنیت ملی خبر بازداشت‌ها و قصد حمله تروریستی در عید نوروز را رد کرد. ما بیگناهیم، شکایت پدر و پسر از حکم حبسشان با اتهام همدستی در حمله تروریستی در مسکو. هلاکت 29 کارگر بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه استانبول. آغاز پروازهای مستقیم و منتظم بین دوشنبه و استانه. و اکنون تفصیلات خبرها. زاده تاجیکستان دلاور اسماعیلوف که با اتهام همدستی در حمله تروریستی روز 22 مارت به تالار کنسرتوی کراکو سیتی هال در شهر کراسنogorsk در کنار مسکو همراه پدر و برادر کلونیش تا 22 مای به حبس گرفته شده است، از حکم حبسش شکایت کرده است. در این باره روز 3 اپریل سال 2024 در دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو به خبرگزاری ریا نووستی خبر دادند. به دادگاه شکایت از قرار انتخاب حبس پیشکی همچون چاره پیشگیری نسبت به دلاور اسماعیلوف وارد شده است. خبر داده است همصحبت این خبرگزاری در دادگاه بسمانی. قبلا پدر دلاور اسماعیلوف اسرائیل اسماعیلوف و برادر کلونیش امینجان اسماعیلوف نیز از قرار حبسشان شکایت کرده بودند. از 10 نفری که تا امروز در رابطه به حمله 22 مارت به حبس گرفته شدند، تنها پدر و 2 پسر اسماعیلوف از قرار دادگاه شکایت کردند. دادگاه نویه بسمانی شهر مسکو شب 25 مارت سال 2024 با 3 زاده تاجیکستان، پدر و 2 پسر او را با اتهام همدستی در حمله خونین شام 22 مارت در شهر کراسنogorsk در کنار پایتخت روسیه برای 2 ماه یعنی تا 22 مای سال 2024 به حبس پیشکی گرفت. یادآور میشویم شام 22 مارت بر اثر حمله مسلحانه بالای ازدحام در تالار کنسرتوی کراکو سیتی هال در کراسنogorsk دست کم 144 کس کشته شدند. اسماعیلوف زاده تاجیکستانند ولی شهروند روسیه بوده در ولایت تور ثبت نام شدند. بنا به خبرها پسر خردی این خانواده دلاور اسماعیلوف صاحب رسمی امان ماشین رنگش سفید تمغه رنو بود که حملگران شام 22 مارت با آن ماشین به تالار کراکوس آمده بعد کشتن مردم از آنجا با همین ماشین فرار کردند. بعدا خبرهای نشر شد که امینجان اسماعیلوف شوهر محبوبه زرگارova خواهر فریدون شمس‌الدین بوده است و بعد حبس شوهرش زرگارova را با 3 کودک از روسیه اخراج کردند. اسماعیلوف در تاجیکستان در دهه ارباب خاتون در کنار غربی پایتخت تاجیکستان میزیستند. این دهه قبلا به جماعت چاریکاران نویه رودکی تعلق داشت ولی سال 2021 به حدود نویه سینای شهر دوشنبه امرا کرده شد. در روسیه آنها به تجارت ماشین مشغول بودند ولی طوری از یک دوستان این عائله به پایگاه خبری بامداد نقل کردند آنها هیچ گمان نمی‌کردند که یکی از خریدارانشان که خویشاوند نزدیکشان هم بود میتواند پای آنها را به چنین یک بلای سخت بکشاند. این هم صحبت بامداد تاکید کرد که برابر در رسانه‌ها دیدن عکس ماشین اسماعیلوف خودشان به مقامات حاضر شده بودند ولی حالا آنها را میخواهند همچون شریک حملگران معرفی کنند که به باور این دوست آنها از روی انصاف نیست. مرکز مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 3 اپریل سال 2024 در یک اظهارات ویژه خبرهای نشر شده درباره بازداشت شهروندان با اتهام قصد انجام حمله تروریستی در روزهای عید نوروز را ناسنجیده و اغواانگیز نامیده رد کرد و گفت این خبرها اساس واقعی ندارند. در اظهارات کمیته امنیت ملی که خبرگزاری رسمی حکومت تاجیکستان خبر نشر کرد چنین گفته می شود بعضی واسطه‌های اخبار عامه به تحریف وضعیت دست زده هر گونه معلومات ناسنجیده و اغواانگیز را عاید به دستگیر نمودن شهروندان در علاقمندی با کوشش انجام دادن عملهای تروریستی در عرفه جشن نوروز پند می‌سازند. تاکید می‌نماییم که این خبرها اساس واقعی ندارند. هنوز هفته گذشته چند خبرگزاری از جمله رویترز، آسیا پلوس و ریا نووستی با تکیه به منابع خود در مقامات قدرتی و امنیتی تاجیکستان از بازداشت 9 ساکن وحدت و 6 ساکن دوشنبه با اتهام آمادگی به انجام حمله تروریستی در روزهای عید نوروز خبر دادند. روز 2 اپریل سال 2024 رادیوی آزادی از قبل یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش خبر داد که در عموم با گمان آمادگی به انجام حمله تروریستی از جانب ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در عرفه عید نوروز
حدود 20 نفر از ساکنان شهرهای وحدت، روغون و نورک دستگیر شدند. قبلا یک منبع دیگر به این رسانه گفته بود که در بین دستگیر شدگان نوبالغان نیز هستند. قصد گروه این بود است که به جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه حمله کنند. گفته بود منبع اخیر. او افزود که تفتیش پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی در هماهنگی با دادستانی کل پیش برده ایستاده است و مفتشان از جمله تلاش دارند که تا کجا با عاملان حمله تالار کروک و سیتی خول در شهر کراسنگورسک روسیه رابطه داشتن دستگیر شدگان را تحقیق کنند. یک روز قبل از این یک منبع ریا نووستی گفته بود تا کنون در مورد ارتباط دستگیر شده ها در تاجیکستان با عاملان حمله خونین روز 22 مارت در کنار شهر مسکو یگان دلیل به دست نآمده است، ولی مقامات امنیتی تحقیق این پهلوی قضیه را همان ادامه میدهند. در رابطه به حمله مسکو دست کم 15 نفر دستگیر شدند که دست کم 11 نفرش زادگان تاجیکستان می باشند. روز 2 اپریل سال 2024 در مرکز شهر استانبول ترکیه کلوب شبانه مسکرات، یکی از قدیمترین کلوب های شبانه این شهر، به کام آتش رفت. در نتیجه دست کم 29 نفر به هلاکت رسیده، حدود 20 تن دیگر جراحت برداشتند. اکثر هلاک شدگان و زخمیان کارگرانی اند که برای ترمیم بنای کلوب دعوت شده بودند. خود کلوب شبانه این شب و روز به دلیل ماه برای مسلمانان مقدس رمضان بسته بود. در رابطه با این حادثه 8 نفر از جمله مدیر کلوب شبانه و 4 نفر مسئول ترمیم بنا بازداشت شدند، ولی معلوم نیست که بعضی آنها چه عیبی اعلام شده است. بنا به خبرات ترکش روز 2 اپریل نزدیک های ساعت 13 در تاخانه بنای 16 قبده در کوچه گنون اوغلو در محله اسنتپه در نویه بشکتاش شهر استانبول رخ داده، سپس به سوختور پیچید. آتش 2 قبت زیر زمینی بنا که کلوب شبانه مسکرات جایگیر شده بود و آنجا ترمیم میرفت فرا گرفته است. بنا به ارزیابی اولیه ترکش در پهلوی صحنه کلوب شبانه رخ داده است. برای فرو نشاندن آتش 86 سوختار نشان و 31 ماشین سوختار نشانی سفربر گردیده، پلیس کوچه های اطراف را موقتا مسدود کرده بود. علت ترکش و سوختار در کلوب شبانه هنوز دقیق کرده نشده است. دادستانی استانبول به تحقیق حادثه شروع کرده 8 نفر را الکی دستگیر کردند. وزیر عدلیه ترکیه الماس تونچ گفت برای تحقیق حادثه 3 دادستانی تعیین کرده شدند. شهردار استانبول اکرم اماموغلو به جای حادثه آمده به نزدیکان هلاک شدگان اظهار همدردی و وعده کمک کرد. والی استان استانبول داوود گل به ژورنالیستان خبر داد که کلوب شبانه مسکرات از سال 1987 به این طرف فعالیت دارد و سال 2019 اجازتنامه فعالیت این کلوب را دیگر باره تمدید کرده بودند. بنا به خبرها درباره این حادثه فاجعه‌ای پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را نیز در جریان گذاشتند و او تحقیق این قضیه را زیر نظارت خود گرفت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 2 اپریل سال 2024 نخستین پرواز مستقیم و منتظم بین پایتخت‌های تاجیکستان و قزاقستان انجام گرفت. تلگرام کانال کمیته اویاسیون ملکی وزارت نقلیات قزاقستان خبر داد که در مراسم افتتاح این خط سیر جدید شرکت هواپیمایی سومونیر رئیس این کمیته سلطنت تامپیو اشتراک کرده است. گفته می شود که پروازهای شرکت تاجیکی در خط سیر دوشنبه استانه دوشنبه هفته 2 مرتبه، روزهای سه‌شنبه و جمعه با هواپیمای تمغه بوینگ 737 انجام خواهد شد. کمیته اویاسیون ملکی قزاقستان آغاز پروازهای بین پایتخت دو کشور را نتیجه ادامه کارها برای افزایش شماره خط سیرها و گسترش جغرافی پروازها است و به قزاقستان نامید و گفت افتتاح این خط سیر به رشد من بعده همکاری‌های قزاقستان و تاجیکستان در عرصه‌های تجارتی و اقتصادی، صاحبکاری، سرمایه‌گذاری و سیاحی مساعدت خواهد کرد. خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی سومونیر نیز قبلا خبر داده بود که از 2 اپریل به پروازها در خط سیر نو مستقیم و منتظم از دوشنبه به پایتخت قزاقستان شهر استانه شروع می کند. بنا به اطلاع شرکت نخستین پرواز از دوشنبه به استانه سانحه 2 اپریل صورت گرفته. در آغاز
هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه انجام داده می شود، ولی الکی سانحه 19 اپریل باشد شماره پروازها از دوشنبه به استانه تا 2 پرواز در یک هفته افزایش یافته. این پروازها روزهای سه‌شنبه و جمعه انجام داده می شوند. در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامون ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و همچنین به چندین شهر روسیه انجام می‌دهد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برخی تفصیلات مرگ فاجعه‌ای فراد عیسی‌زاده رهبر مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتاری شهر باختر بر اثر صدمه در روی باختر دوشنبه نشر کرد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی نیمه دوم روز 30 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 15:30 راننده ماشین تمغه خوندای صنعت عیسی‌زاده فرهاد سال تولد 1972 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دهات غلاباد نویه خراسان از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده ماشینش را به چخوری کنار راست چپ کرده است. در نتیجه راننده عیسی‌زاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگری حادثه آورده نشده است. وزارت کارهای داخلی گفت تحقیق این حادثه ادامه دارد. قبلا درباره مرگ فراد عیسی‌زاده در صدمه دوستان و همکاران او و همچنین مرکز مطبوعات وزارت تندرستی با نشر نامه‌های تسلیت خبر دادند. گفته میشد که فراد عیسی‌زاده را در زادگاهش نویه فرخار به خاک سپردند. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راه‌های پرخطر دانسته می‌شوند. سال 2023 در راه‌های جمهوری در 1111 صدمه 519 نفر به هلاکت رسیده، 1179 کس دیگر مجروح شدند. به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه سینا با عریضه مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه دکبر سال 2023 در کوچه مخصوم شهر دوشنبه مرد 35 و 36 ساله ساکنان نویه تیمور ملک و شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده از او در مساحت 2568 متر مربع کفل را به مبلغ 385,000 سومونی نرخ گذاری کرده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی نویه خراسان با عریضه زن 51 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 31 مارس سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ و لباسهای پسرش را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 7300 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.